بوکادیو. شهر و دیوارهای نامطمئنش. نویسنده هاروکی موراکامی. مترجم آراز بارسقیان. ناشر میلکان. گوینده امین وحدتی. تولید شده در استودیو بوکادیو. فروردین 1405 خورشیدی، مارچ 2026. بخش یکم، فصل سوم. پاییز که می شود وقت آمادگی بدنی جانوران برای مواجهه با سرماست. یک دست پشم طلایی به تنهایشان جلوه‌ای خوش می دهد. شاخهای روی پیشانی تیز و سفید می شوند. پاهایشان را در آب یخ رودخانه تمیز می کنند. آرام گردن می کشند و میوه های سرخ درختان را گاز می گیرند. مشغول جویدن برگ های درخت رتم جادویی می شوند. پاییز زیباست و دلانگیز. در برج نگهبانی کنار دیوار بلند شهر ایستاده‌ام. گوشم به صدای شیپور است. شیپور هنگام غروب خورشید 4 بار بوق می‌زند. یکی بلند و 3 تا کوتاه. تابلو همین بوده. صدا آهسته سنگ فرش خیابان‌ها را زیر پا می‌گذارد. احتمالاً صدها سال به همین منوال بوده است. صدا از بین دیوار خانه‌ها، شکاف سنگ‌ها و مجسمه‌های کنار میدان‌ها عبور می‌کند. صدای شیپور که می‌افتد توی شهر. حیوانات همگی سر به سمت یادمان‌های کهن می‌چرخانند. بعضی دست از نشخوار برگ می‌کشند و بعضی هم از سم‌کوبی بر سنگ فرش خیابان. برخی هم از خواب سر ظهر پا می‌شوند. همگی رو می‌کنند به یادمان‌های کهن. در این وضعیت همچون مجسمه‌ای ساکت می‌شوند. تنها متحرک این صحنه پوست نرم و درخشان رقصان حیوانات در باد است. خب به چه می‌نگرند؟ همه سرها در یک جهت، خیره به فضا. حیواناتی که با صدای شیپور خشکشان می‌زند. بعد از آخرین بوق شیپور حیوانات زنده می‌شوند. هر کدام به وضعیت قبلی برمیگردند و راه می‌افتند. گویی از طلسمی رها شده‌اند. دوباره خیابان را صدای سمشان برمی‌دارد. همگی توی خیابان‌های سنگ پوش مارپیچ حرکت می‌کنند. آنها رهبر خاصی ندارند. کسی هم جلو راه نمی‌رود. سر به زیر و آرام شانه می‌جنبانند و ساکت از رودخانه رد می‌شوند. دقیق و هماهنگ دنبال هم هستند. انگار ارتباطی پیچیده و نخی نامرئی با هم دارند. تازه بعد از مدت‌ها تماشا می‌فهمم مسیر و سرعت پایشان از قبل تعیین شده. از روی پل قدیم می‌گذرند. می‌رسند به میدان اصلی شهر و آن برج نوک‌تیزش. همانی است که تو گفتی، همان برج ساعت با ساعتی بی‌عقربه. دسته کوچکی از حیوانات که پایین رودخانه میان علف‌های تازه کناره رود به چرا رفته بودند از راه می‌رسند. همگی می‌روند سمت شمال. از کانال خشک کنار منطقه کارخانه رد می‌شوند و بالاخره می‌رسند بالای تپه. سر راه با عده‌ای همراه می‌شوند که روی درخت‌ها دنبال غذا می‌گشتند. بعد به غرب می‌روند. در طول مسیر کارخانه ذوب‌آهن از پله‌ای طولانی می‌گذرند که به تپه‌ای در شمال شهر می‌رسد. دیوارهای بلند شهر فقط یک دروازه داشتند. جلوی دروازه نگهبان نشسته بود. در دروازه را تخته فلزی سنگینی همیشه بسته نگاه می‌داشت. همین ترکیب ترسناکی به دروازه داده بود. فقط نگهبان راحت آن را باز و بسته می‌کرد. کسی هم به جز او اجازه دست زدن به دروازه را نداشت. نگهبان یکی بود، درشت 4 شانه و البته به شدت وظیفه‌شناس. سر را از ته تیغ می‌انداخت و صورت را هم قشنگ ستیغ می‌زد. صبح به صبح دیگ بزرگ آب جوش می‌گذاشت جلوی دستش و با یک تیغ درشت تیز سر و صورتش را می‌زد. سنش معلوم نبود. صبح و عصر مسئولیت جمع کردن حیوانات با آن شیپور پای او بود.
نگهبان می‌رود توی برج 2 متری جلوی کلبه‌اش و شیپور را به سمت آسمان می‌اندازد. خیلی به این موضوع فکر می‌کنم که چطور همچین صدای لطیف و دلنوازی از این مرد زمخت در می‌آید. غروبی بعد از بیرون کردن حیوانات از شهر دوباره آن دروازه سنگین را می‌بندد و آخر سر قفل بزرگی به در می‌زند. قفل روی در صدای سرد و فلزی از خودش در می‌آورد. حیوانات بیرون از دیوارهای بلند شهر جایگاه دارند. جای خواب و جفتگیری و بچه آوردن. آنجا جنگل و بیشه و نهری دارد. دورش دیوار کشی شده، اما نه به بلندی دیوارهای اصلی شهر، شاید 1 متر نه بیشتر. ولی جالب این که حیوانات از همان 1 متر هم نمیتوانند بپرند. شاید تلاش نمی‌کنند. دیوار در هر طرف از دروازه 6 برج دارد با پله‌های گرد چوبی. از بالای برج جای حیوانات توی دیده است. کسی از این برج‌ها بالا نمی‌رود. انگار مرده و زنده حیوانات برای ساکنان چندان مهم نیست. اوایل بهار، آن هم برای 1 هفته، جماعت داوطلب از برج‌ها بالا می‌روند تا شاهد سرشار شدن حیوانات با هم باشند. اول بهار که می‌شود حیوانات هم بی‌رحمیشان بالا می‌زند و نر جماعت بدون اینکه به فکر خودش باشد برای جلب ماده تا پای جام می‌جنگد. نعره‌شان به هوا می‌رود و شاخ تیز خود را پیکان می‌کنند و به گردن و شکم حریف می‌زنند. حیوانات در همان 1 هفته جفتگیری افتخار می‌دهند تا در شهر نباشند. نگهبان هم از ترس جان اهالی دروازه را می‌بندد. بالطبع 1 هفته خبری از صدای شیپور نیست. 1 مشت حیوان در این جریان زخمی می‌شوند. بعضی جان می‌دهند. خون روی زمین می‌شود منشأ نظمی نوین و زندگی تازه، درست عین خود بهار که شاخه‌ها را سبز می‌کند. چرخه خاص و نظم زندگی حیوانات را نمی‌توانیم بشناسیم. هر کاری را با نظم مخصوص خودشان تکرار می‌کنند. نظمی که توی خونشان جریان دارد. تا آن هفته پر از خشم و هیاهو تمام می‌شود. وقتی باران اول بهار خون را می‌شوید، حیوانات هم به همان حالت آرام و بی‌آزار خود برمیگردند. اما من راستش خودم اینها را به چشم ندیدم. تو بودی که برایم قصه‌اش را گفتی. پاییز که می‌شود، حیوانات خشک شده سر جای خود منتظر پایان بوق شیپور هستند. پوست طلایی و نرمشان زیر نور غروب آفتاب می‌درخشد. حدود 1000 تایی می‌شوند و این گونه است که روز شهر تمام می‌شود. روزها می‌گذرند، فصل‌ها می‌روند و می‌آیند، هرچند هر دو فقط به ظاهر می‌گذرند. وقت واقعی این شهر در جایی دیگر رقم می‌خورد.